ارمغان دولت ترکیه در سال جدید به مردم این کشور: افزایش 6% مالیات بر حاملهای انرژی در سال جدید میلادی قیمت بنزین، گازوئیل و گاز را به رقم بی سابقه ای رساند. بنابر آخرین اطلاعیه شورای تنظیم بازار انرژی ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل همکنون در جایگاه‌ها به 45 لیر، چیزی حدود 100,000 تومان رسیده است. هر روز جیبمون خالی‌تر میشه، درآمد کفاف هزینه‌های زندگی رو نمیده. هزینه سوخت که از همه بدتر. حرفش رو که میزنیم ترس به جونمون میافته. یعنی benim elektriğim, suyum, telefonum. آب و برق و گازم هستش، فقط بنزین نیست که. همه جور قیمتا داره میره بالا. من راننده تاکسی چیکار کنم؟ بهای سوخت در ترکیه با نوسانات جهانی قیمت انرژی ارتباط مستقیم دارد. کارشناسان میگویند افزایش بهای سوخت جهش هرچه بیشتر نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. افزایش نرخ حاملهای سوخت موجب جهشی شدن هرچه بیشتر نرخ تورم و موجی از افزایش قیمت در بخش‌های تولید، خدمات و توزیع را به همراه خواهد داشت. میانگین نرخ تورم ترکیه در آمار رسمی دولت در پایان سال 2024 47% اعلام شده است. این در حالی است که مؤسسه‌های اقتصادی مستقل در ترکیه نرخ تورم یک ساله این کشور را بیش از 83% اعلام کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.